ازم گوش یا از میکنم. منطقه رشت و فدراسیون روسیه می رویم. برای چی؟ برای چی؟ البته برای چی؟ یک همکسبی ما با نام صدبرگ باقی و از فدراسیون روسیه گزارش آماده نمودن. این حال آماده هستن در اینجا؟ آماده است، الکی آماده رسیدن. آها. برای صحنه میخونیمش. خوش آمدید به خوش باشید آباد باشید. برنامه ما همه وقت خیلی هر دو برابر گپ میزنیم و سال نو مبارک باشه. من هم سال نو میلادی را برای همه اهل نشست اینجا و برای همین هموطنان عزیز که در امروز در تاجیکستان هستند مبارکباد میگویم و خواهان آن هستیم که همه وقت در تاجیکستان ما صلح و امانی باشد، تنجی باشد. همه وقت همین چهره های مردم تاجیک از خوشبختی دویم که همین خیلی چقدر که امروز هستن همین خیلی گل بشکفد. و قبل از اونه که من با همون سرود اصلی خود سر میکنم میخواهم یک کمتر از حیات شخصی خود یک تاریخچه رو به یاد آورم که این قبلا 15 سال قبل وقتی که من به تازگی به رادیو تاجیکستان به کار آمده بودم و در همون یک سال که در همون سالها استاد حبیب الله بیکوف هم به کار آمدگی بودم به انسمبل فلک. استاد حبیب الله بیکوف و اگر که خفه نشون اون کسا اصلا در دوره یار دوستان نزدیکشون با تخلص گرگلی مشهور هستند و من اصلا راستش بگم از لیفت میترسم. همین قدر به همه سالم که رسیده باشم لیکن از لیفت میترسم و در همون وقت متاسفانه اون سالها در همون خیلی لیفتا و قدر سازم کار که نمیکردن. در همون کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان وقتی که من به لیفت وارد شدم از بعدا همون استاد حبیب الله بیکوف هم به لیفت وارد شدن. بعد من وقتی که لیفت پوشیده شد ما بعد تا 4 ماشین می رفتیم. بعد لیفت پوشیده شد بعد من اکو استاد حبیب الله بیکوف را غایبانه میدونستم که مثال با تخلص گرگلی هستند لیکن ممکن اون کسا مرا نمیشناختن اون کسا نو آمدگی بودن. بعد من همین خیلی گفتم که من در حقیقت گفتم که من اصلا از همین لیفت میترسم. از لیفت میترسم. بعد استاد حبیب الله بیکوف گفتن که از گرگ نمیترسی؟ گفتن از گرگ نمیترسی؟ من گفتم که بعد همین خیاط من هم بداعتا نه که جواب اومد که گفتم که نه من از گرگ دپو نمیترسم، من از گرگ چورپا میترسم. در برابر همین هر یک روزنامه‌نگار هم با فکر میکنم که در همون قلب خود در ضمیر خود یک هنر دیگر هم دارد که این هنر را همه وقت فکر میکنم در همون جایهای مخصوص یا که در همون محفل‌های مخصوص میتوانند که بعداً به کار ببرند یعنی که استفاده کنند.